این مرموزترین شهر جهانه که فقط 25 کیلومتر از ایران فاصله داره. اینجا اشخاباد ترکمنستانه. با اینکه پایتخت این کشوره ولی هیچ کس توی این شهر زندگی نمیکنه. حتی مردم ترکمنستان هم بجز کارهای ضروری اصلا پاشون رو توی این شهر نمیذارن. چرا؟ جالب، مغازه و رستوراناشون هم همیشه بسته است و فقط از ساعت 8 تا 10 شب فعالیت میکنن. با اینکه یکی از خوش آب و هواترین شهرهای دنیاست و از نظر معماری و شهرسازی هم بی‌نظیره، اما 90% ساختمان‌های این شهر خالیه و کسی توشون زندگی نمی‌کنه. علتش هم اولا قوانین سخت و عجیب این کشوره که مردمش برای ورود به این شهر باید ویزا بگیرن و دوما گرونی سرسام‌آور خونه‌های این شهره که هر واحد معمولیش از حدود $200,000 شروع میشه. حتی خدمات دیگه این شهر از بقیه جاهای ترکمنستان گرونتره و مردمش وسعشون نمیرسه اونجا زندگی کنن. حاضری بری اینجا زندگی کنی؟